سام آلتمن اظهار داشت که از امروز پیشرفت هوش مصنوعی بسیار زیاد خواهد بود و گوگل اعلامیه جدید و باور نکردنی را در مورد مدل‌های مرزی و حتی مدل دیگری که از همه مدل‌های 3.1 منبع باز فراتر می‌رود منتشر می‌کند. هزاران خبر وجود دارد که احتمالاً در طول این هفته از دست داده اید. بنابراین یکی از اولین اخباری که در این هفته دریافت کردیم این نسبتاً جذاب جستجوی گپ است. اگر نمی‌دانستید، تقاضای واقعی برای محصولاتی وجود داشته است که در واقع می‌توانند در و بسیار بهتر از سیستم‌های جستجوی سنتی جستجو کنند. اگر تا به حال از گوگل استفاده کرده باشید، می‌دانید که در حال حاضر دیگر آنقدرها خوب نیست. و اکنون اساسا جستجو کنید. گپ اساساً با یک سیستم هوش مصنوعی جستجو می‌کند. مرورگر وب است و منابع آسان و مرتبط را پیدا می‌کند که دقیقاً همون چیزی است که شما نیاز دارید. بنابراین می توانید همینجا ببینید. می توانید اساساً هر آنچه را که نیاز دارید جستجو کنید و می توانید همه چیز را فوراً در حال حاضر پیدا کنید. من فکر می کنم که این تا حد زیادی آینده جستجو است و گوگل سعی کرد این را پیاده سازی کند. اگرچه به اعتبار آنها آماده انتشار نبود، اما آنها همچنان سعی می کنند آن را در رقابت با برخی افراد دیگر منتشر کنند. اما اساساً چیزی که در این مورد دیوانه کننده است، این است که آنها در واقع گپ جستجو را با گروه کوچکی از کاربران و ناشران برای دریافت بازخورد آزمایش می کنند. در حالی که این نمونه اولیه موقتی است. ما قصد داریم در آینده بهترین این ویژگی‌ها را مستقیما در چت ادغام کنیم. و البته اگر به آزمایش نمونه اولیه علاقه دارید، می توانید در لیست انتظار ثبت نام کنید. من می توانم اینجا اساساً نحوه کارکرد این کار را ببینم و می خواهم ابزاری را به شما نشان دهم که می توانید در حال حاضر از آن استفاده کنید که در واقع به اندازه جستجوی گپ مؤثر است. برای کسانی از شما که می‌خواهید از چیزی شبیه به این استفاده کنید، زیرا چندین ابزار آنلاین وجود دارد که اکنون می‌توانید از آنها استفاده کنید و یکی از آنها در واقع بسیار محبوب است. اما من فکر می‌کنم که ما احتمالاً شاهد محبوبیت بیشتر ابزارهایی از این دست در فضای هوش مصنوعی خواهیم بود، زیرا یکی از چیزهایی که اها در آن خوب هستند. می‌دانید، مدل‌های زبان بزرگ کنونی این است که آنها در خلاصه کردن قطعات بزرگ خوب هستند. اطلاعات و چه جستجویی تعداد زیادی اطلاعات مختلف است. و اگر آن را خلاصه کنید، لینک ها را خلاصه می کنید. شما چیزی دریافت می کنید که نسبتاً مؤثر است. بنابراین می توانید در اینجا کسی را ببینید که در حال جستجوی جشنواره‌های موسیقی در کارولینای شمالی یا هر چیز دیگری است. و می توانید ببینید که این همون جستجویی است که در اینجا ادامه دارد. اکنون برخی افراد واقعاً به این دسترسی پیدا کردند. بنابراین این چیزی است که میدونید اگر ثبت نام کرده اید، می خواهید ایمیل خود را بررسی کنید، زیرا برخی از افراد واقعاً به اون دسترسی داشتند. بنابراین اگر ثبت نام کردید، ایمیل را بررسی کنید، زیرا ممکن است امروز دسترسی داشته باشید. اما من یک ابزار سریع را به شما بچه‌ها نشون خواهم داد که میتونید واقعاً از اون استفاده کنید که در واقع به اندازه این مؤثر است. در واقع من فکر می‌کنم کمی مؤثرتر از این است. به عنوان مثال، میتوانم از آن بپرسم. میدانید کاملاً هر چیزی که بتونم بگم وضعیت فعلی مدل هنری چگونه است. باشه. و من فقط میتوانم علامت سوال بگذارم و حتی نیازی به املای چیزی ندارم. درست. می توانید ببینید که در حال تحقیق است، در حال دستیابی به برخی منابع است و می توانید بهترین مدل‌های زبان بزرگ سال 2024 را ببینید. و همه این نتایج را به من می دهد که واقعاً عالی است. احتمالاً بسیاری از شما تا به حال درباره گیجی شنیدید، اما می توانید همینجا ببینید که لینک هایی را به شما می دهد که میدانید آنها را کپی و جایگذاری کنید. میدانید اگر می خواهید، میدانید به منابع اعتبار دهید. البته اگر می خواهید مانند خب منبع آن از کجا آمده است. روی آن لینک کلیک کنید. آره و البته کاری که میتونید انجام دهید این است که فقط میتونید تمام این متن را کپی کنید تا بتونید این قطعات را در یک مقاله کپی کنید. شما میتوانید این را به اشتراک بگذارید، میتوانید آن را بازنویسی کنید. شما میتوانید بگویید باشه این مدل اون مدل را بنویس، منظورم این است و میتوانید بدانی با یک سوال دیگر ادامه بده. این به معنای واقعی کلمه چیزی است که من هر روز استفاده میکنم. و من فکر میکنم که میدانید هنگامی که جستجوی به این سطح برسد، بیشتر مردم احتمالاً این مورد را به غیر از چک انتخاب میکنند. در حالی که بله، مواردی وجود دارد که در این مورد بد هستند. اما من فکر میکنم که اگر شما به طور فعال در مورد این موضوع تحقیق میکنید یا اگر در حال تحقیق برای چیزی هستید که کمی مبهم است و میخواهید بپرسید سوال مستقیم، این چیزی است که واقعاً خوب است. زیرا گاهی اوقات شما یک سوال مستقیم از شما میپرسید و نتایج جستجو فقط کمکی نمیکنند. اکنون گوگل در واقع یک سری اخبار را در این هفته منتشر کرد. یکی از چیزهایی که آنها در واقع منتشر کردند، یک ممیز 5 فلش در جمینی بود. حالا دلیل این که من واقعا در مورد این موضوع صحبت میکنم این است که یک ممیز 5 فلش در جمعی در واقع رایگان است. و این جالب است زیرا این یک مدل واقعا سریع است که یک پنجره زمینه 4 برابر طولانی تر دارد. و در برنامه این چیز فوق العاده سریع است.
بنابراین اگر تا به حال می‌خواستید از جیمن استفاده کنید و نمی‌خواستید برای اشتراک پر آنها ثبت نام کنید، می‌دانم که اکثر مردم اشتراک‌های زیادی مانند من ندارند، اما اگر می‌خواستید برای اون اشتراک ثبت نام کنید، اکنون می‌توانید ادامه دهید و جیمن فلش را به صورت رایگان دریافت کنید. بنابراین باید بتونید از آن در برنامه‌های خود که امروزه در 230 کشور مختلف موجود است استفاده کنید. سپس گوگل را داشتیم که دو نمونه شگفت‌انگیز و خیره کننده آلفا پرو و آلفا جیومتری را ارائه می‌کرد که به معنای واقعی کلمه غیر ممکن را برای افراد خاص انجام می‌داد. بنابراین اساساً آنها اولین هوش مصنوعی را برای حل مسائل المپیاد بین‌المللی ریاضی در سطح مدال نقره ارائه می‌کنند. حالا من در واقع یک ویدیوی طولانی‌تر در این مورد انجام می‌دهم، زیرا پیامدهای این در واقع حیرت‌انگیز است. همانطور که در حال انجام تحقیقاتی بودم و متوجه شدم که می‌دانید این به اون وصل می‌شود و اون را وصل می‌کند. و این یک معامله بزرگ است. می‌دانید بیشتر مردم می‌دانید مانند این چند روزیه که ممیز 14 میلیون بازدید داشتند و توییت‌ها و چیزهایی از این قبیل را خواندند. اما نکته اینجاست که این محصول واقعی نیست و مردم می‌توانند فوراً از آن استفاده کنند. این چیزی هست که مردم کاملاً آن را دست کم می‌گیرند. اما باید به شما بچه‌ها بگویم این واقعاً تکان دهنده است. این واقعیت که این یک مدال نقره گرفت و تنها یک امتیاز با مدال طلا فاصله داشت دیوانه کننده است، زیرا یکی از پیشبینی‌های کلیدی که اکثر مردم در سایت معجزه آسا که یک وبسایت پیشبینی است داشتند این بود که آنها اساساً متعجب بودند آیا تا سال 2025 مدال برنز می‌گیریم. و من موفق شدم در سال 2024 تقریباً نقره را نزدیک به طلا به دست بیاورم. بنابراین این چیزی است که می‌دونید بسیار روشنگر است، زیرا درک بروز شده‌ای از جدول زمانی هوش مصنوعی به ما می‌دهد. اکنون این یک مرز جدید در استدلال ریاضی است و گوگل تحقیقات باور نکردنی انجام داده است که من در یک ویدیوی دیگر آن را بررسی خواهم کرد. من احتمالاً اون را در چند روز آینده منتشر خواهم کرد، اما فقط بدونید که همه چیز در شرف دیوانه شدن است و اینجاست که سم آلتمن نیز همین دیدگاه را داره. پیشرفت هوش مصنوعی از اینجا بسیار زیاد خواهد بود و من یک مسئله مهم امنیت ملی خواهم بود. من مقاله‌ای برای واشنگتن پست نوشتم که چرا ایالات متحده باید رهبری خود را در توسعه هوش مصنوعی حفظ کند، نه اینکه خلا را برای دولت مستبد باقی بذارد. بنابراین این مقاله اینجاست. چه کسی آینده هوش مصنوعی را کنترل خواهد کرد؟ یک بینش دموکراتیک برای هوش مصنوعی باید بر دیدگاه استبدادی غالب شود. اکنون کل این مقاله توسط سام آلتمن است و او میگوید که میدانید این سوال فوری زمان ماست. پیشرفت سریع در زمینه هوش مصنوعی به این معنی است که ما با یک انتخاب استراتژیک در مورد اینکه همه ما در چه نوع دنیایی زندگی خواهیم کرد روبرو هستیم و دسترسی آزاد به آن یا اقتدارگرا که در آن کشورها یا جنبش‌هایی که ارزش‌های ما را به اشتراک نمی‌گذارند از هوش مصنوعی برای تقسیم بندی و گسترش قدرت خود استفاده می‌کنند. گزینه سومی وجود ندارد و زمان آن فرا رسیده که تصمیم بگیرید کدام مسیر را انتخاب کنید. ایالات متحده در حال حاضر پیشرو در توسعه هوش مصنوعی است، اما ادامه رهبری تضمین شده نیست. دولت‌های اقتدارگرا حاضرند مبالغ هنگفتی را خرج کنند تا به ما برسند و در نهایت از ما پیشی بگیرند. ولادیمیر پوتین دیکتاتور روسیه به شدت هشدار داده است که کشوری که در مسابقه هوش مصنوعی برنده شود حاکم جهان خواهد شد و جمهوری خلق چین نیز گفته است که قصد دارد تا سال 2030 به رهبر جهانی هوش مصنوعی تبدیل شود. واضح است که آنچه که ما در اینجا بیان می‌کنیم این است که این رهبران جهانی دیگر واقعاً ارزش واقعی هوش مصنوعی را درک می‌کنند و من نمیگم ارزش از نظر ارائه دانش و همه چیزهای بزرگی که من دارد و می‌توانید از آن بهره مند شوید. من در مورد این واقعیت صحبت می‌کنم که دسترسی به سیستمی که بسیار توانمندتر از هر چیزی است که قبلا داشته این چیزی است که هر یک از این رهبران کشورهای دیگر به سرعت به سمت اون حرکت می‌کنند. هیچ راهی برای کاهش سرعت آنها وجود ندارد و ما باید راهی پیدا کنیم تا مطمئن شیم که واقعاً این برتری را حفظ می‌کنیم. در غیر این صورت اوضاع ممکن است خیلی سریع تاریک شود. اگر آنها بتوانند رهبری هوش مصنوعی را بر عهده بگیرند، شرکت‌های آمریکایی و کشورهای دیگر را مجبور می‌کنند تا داده‌های کاربران را به اشتراک بگذارند. از این فناوری برای توسعه روش‌های جدید جاسوسی از شهروندان خود یا ایجاد سلاح‌های سایبری نسل بعدی برای استفاده علیه سایر کشورها استفاده کنند. در حالی که ممکن است آینده‌ای عجیب به نظر برسد، من فکر نمی‌کنم که این چیزها دور از دسترس باشند. منظورم این است که یک سیستم فوق هوشمند را تصور کنید که قادر به طراحی سیستم‌های تسلیحاتی و فناوری‌های جدید است که قادر است کشورها را فلج کند و حتی اقتصادها و کشورها را با چند خط کد بی‌ثبات کند. اینها چیزهایی هستند که واقعاً قابل قبول هستند. منظورم این است که فقط یک روز دیگر بود که به معنای واقعی کلمه دیدیم که کروتراک بخش‌های خاصی از اقتصاد را فلج کرد، زیرا همه چیز به دلیل یک بهروزرسانی ساده نرم افزار متوقف شد. تصور کنید که برخی از حملات سایبری بتوانند کاری را در مقیاس بزرگتر از یک کشور خارجی انجام دهند. اینها چیزهایی هستند که ما واقعاً باید به آنها فکر کنیم.
و یکی از چیزهایی که در حال حاضر اتفاق افتاده است این است که بسیاری از این دولت‌های مستبد از شهروندان خود جاسوسی می‌کنند. و به من اعتماد کنید، شما نمی‌خواهید این نوع فناوری از طریق دستان صاحبان قدرت تکثیر شود. حالا می‌گوید که فصل اول هوش مصنوعی قبلا نوشته شده است. سیستم‌هایی مانند چرپ و کاپلوت به عنوان کمک محدود عمل می‌کنند. اما مسلماً به زودی پیشرفت‌های بیشتری در پی خواهد داشت و دوره تعیین کننده‌ای را در تاریخ جامعه بشری آغاز خواهد کرد. اکنون چیزهای زیادی در اینجا در حال انجام است و حتی در مورد اینکه من در گذشته درباره ایجاد چیزی شبیه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای هوش مصنوعی صحبت کردم، اما این تنها یک مدل بالقوه است. یکی از گزینه‌ها می‌تواند شبکه مؤسسات ایمنی هوش مصنوعی را که در کشورهایی مانند ژاپن و بریتانیا ساخته می‌شوند به هم پیوند دهد و یک صندوق سرمایه‌گذاری ایجاد کند که کشورهای متعهد به رعایت پروتکل‌های دموکراتیک هوش مصنوعی بتوانند از آن برای توسعه ظرفیت‌های محاسباتی داخلی خود استفاده کنند. و فقط چیزهای مختلفی در اینجا وجود دارد که او در مورد آینده هوش مصنوعی صحبت می‌کند. واقعاً سخت است که بفهمیم این واقعاً چگونه کار می‌کند، زیرا من فکر می‌کنم که این یک نبرد برای قدرت است. همانطور که بسیاری گفتند، می‌دانید هر کسی که این سیستم‌های فوق هوشمند را کنترل کند، جهان را نیز کنترل خواهد کرد. و حتی اخیراً در حال ساختن ویدیویی بودم که در آن شخصی که چند سال گذشته توسعه هوش مصنوعی را به درستی پیش بینی کرده بود، اساساً گفت که وقتی به اوج برسید و یک بار بعد از مدت کوتاهی در 1 یا 2 سال به یأس برسید، به احتمال بسیار زیاد بر کسانی که نمی‌دانند قدرت خداگونه خواهد داشت. منظورم این است که انواع و اقسام پیامدهای احمقانه که ما نیز آوری فلامینگو را از نویدیا دریافت کردیم و این مدلی است که صدا را فراتر از رونویسی درک می‌کند. مدل فلامینگو صوتی نویدیا است. و البته میگه صدا را زیاد کنید تا فقط به آوری فلامینگو گوش دهید که اون صحنه‌ها را در مکانی فراتر از تصور روایت می‌کند، جایی که افق آسمان‌ها را می‌بوسد. یک مرد جرات سفر به جایی را دارد که کمتر کسی جرات کرده باشد. مسلح به چیزی جز شوخ طبعی و روحیه تسلیم ناپذیر، او به دنبال پاسخ به رازهایی است فراتر از ستاره‌ها هستند. چون من مطمئن نیستم که چقدر صدا شنیده اید، در واقع بسیار کم بود. اما اساساً چیزی که ما در اینجا داریم یک ابزار هوش مصنوعی جدید است که میتونه واقعاً صدا را فراتر از رونویسی‌های اون صدا درک کند که متفاوت است، زیرا به ما امکان میدهد صدا را در سطح متفاوتی درک کنیم. بنابراین آری فلامینگ اساساً صحنه‌ها را روایت می‌کند و اساساً به شما میگه دقیقاً چه اتفاقی در حال رخ دادن است. اکنون این فقط چیزی نیست که صدا را برای شما توصیف کند. اساساً می‌توانید بگویید خب این صدا در چه نوع صحنه‌ای می‌تواند استفاده شود. می‌دونی؟ بنابراین می‌تواند دقیقاً چگونگی صدا، نحوه کارکرد آن را توصیف کند و این درک را دارد که چه نوع صداهایی باید در چه نوع صحنه‌هایی استفاده شوند. و البته چه چیزی در مورد این بخش اول بسیار خوب است. منظورم این است که من اینجا را خیلی دوست دارم. این است که میگه میدونید شما بیشتر اینجا در این صدا چه کار میکنید و میگه بیشتر صدای مردی رو میشنوید که صمیمی صحبت میکنه از طریق صدا. حالا چیزی که به نظرم خیلی جالب بود باشه این بود که این در واقع قادر بود به طور خلاصه نویز پس زمینه را توصیف کند. و اساساً گفته شد ببینید نویز پس زمینه در سراسر صدا پیوسته است و این میتواند صدای محیط یک محیط بیرون باشد. بنابراین گاهی اوقات ممکن است چیزی را در یک کلیپ صوتی نشنید و ممکن است بتونید به صورت شنیدنی بپرسید. بروید هی اون چه بود؟ من شنیدم که این چه صدایی است؟ این برای چه چیزی باید استفاده شود؟ آیا این صدا باید در اینجا استفاده شود؟ بنابراین من فکر می‌کنم این نوع مدل در واقع نسبتاً جذاب است. و این چیزی است که من واقعاً در حال آمدن آن نبودم. و در واقع از یک ویدیو بسیار جالب است. بنابراین من می‌خواستم آن را در ویدیوی امروز قرار دهم. و البته ایلان ماسک میگوید که ابر کامپیوتر جدیدش در منفیس تنها در 19 روز نصب شد و برای آموزش در کروک 3 مورد استفاده قرار خواهد گرفت که تا دسامبر پیش بینی می‌شود قوی ترین هوش مصنوعی در جهان خواهد بود. بنابراین ما واقعا نیاز داریم که کارهای زیادی با شرکت‌های تحقیقاتی که 5 یا 10 یا 20 سال در اطرافشان وجود دارد انجام دهیم. ما به سرعت در حال پیگیری هستیم. من فکر می‌کنم با سرعت بهبود هوش مصنوعی سریعتر از هر شرکت دیگری است. ما به تازگی تکمیل کردیم. فقط توانستیم یک مرکز آموزشی عظیم جدید را نصب کنیم و آنلاین کنیم که برای ساختن آن در منفیس هستیم. و از نصب سخت افزار گرفته تا آن. شروع تمرین تنها 19 روز بود و این سریعترین سرعتی است هر کسی توانسته است این کار را انجام دهد. بنابراین ما در حال حرکت هستیم. ما به سرعت در حال حرکت هستیم، اما هنوز در حال رسیدن به تمرینات واقعی هستیم. در حال حاضر گرگ نیز با کد تقریباً 15,000 گپی در حال آموزش بود. و آنها 100 هستند. بنابراین باید تمرین را تمام کرد. حدود 1 ماه پیش ما در حال انجام کاری به نام تنظیم دقیق هستیم. رفع اشکالات و غیره. بنابراین ما گروک 2 را منتشر خواهیم کرد که باید همتراز با یک گپ 4 باشد یا نزدیک به گپ 4 باشد. امیدواریم ماه آینده آن را منتشر کنیم.
سپس کاری که ما در منفیس دی انجام می‌دهیم به مرکز آتا، ما در واقع در حال تمرین زمین 3 هستیم. بنابراین احتمالاً در حدود 3 یا 4 ماه آموزش به پایان میرسد و سپس مقداری تنظیم دقیق و رفع اشکال وجود دارد. و ما امیدواریم که براک 3 را تا دسامبر منتشر کنیم. و 3 باید قدرتمندترین هوش مصنوعی در جهان در آن نقطه باشند. منظورم این است که ایلان ماسک واقعاً در حال جمع کردن پشته محاسباتی خود است. در اینجا می توانید ببینید که او در واقع میگوید کار خوبی توسط تیم ایکس و تیم کوانویدیا در شرکت هایی که آموزش سوپرکلاستر منفیس را دریافت می کنند از ساعت 4:20 صبح آغاز شده است. و البته او میگوید که با 100,000 صد خانگی شده با مایه روی یک پارچه یا پارچه رم قوی ترین خوش آموزشی هوش مصنوعی در جهان است. بنابراین این بسیار دیوانه کننده خواهد بود، زیرا بسیاری از افرادی که در این آزمایشگاه‌های مرزی هستند متوجه شدند که بله، محاسبات روغن جدید خواهد بود و توانایی آموزش سریع مدل‌ها و تکرارهای متوالی آن مدل‌ها در حال انجام است. برای حفظ مزیت رقابتی در هوش مصنوعی کلیدی باشد. بنابراین من نمی‌دانم که آیا این همون حالت باقی می‌ماند، زیرا مطمئناً ما رایانه‌های مایکروسافت را به زودی آنلاین خواهیم داشت. آنها کم کم در حال ساخت محاسبات خود هستند. من یک ویدیو در مورد آن دارم. برخی از جزئیات واقعاً کلیدی وجود دارد که بسیاری از افراد از قلم انداختند، اما آنها همچنین در حال ایجاد یک خوش آموزشی عظیم هوش مصنوعی هستند. بنابراین من در آن زمان تعجب می‌کنم که این ابر رایانه‌ها به طور کامل در کجا ساخته شدند. ما هر چند وقت یک بار قرار است مدل‌های خود را ارتقا دهیم. و من فکر می‌کنم که این واقعاً خط زمانی را تسریع می‌کند، زیرا قبلاً می‌دانید آموزش یک 4 زمان بسیار زیادی را صرف می‌کرد. اما زمانی که این ابر رایانه‌ها را به صورت آنلاین داشته باشیم و سطح کارایی این تراشه‌ها را افزایش دهیم، ماها می‌خواهیم یک مدل را فقط تا 2 ماه یا حتی 1 ماه آموزش دهیم که به این معنی است که به تازگی وجود داشته است. مدل‌های بسیار بیشتری در حال آموزش هستند و این به ما چرخه سریعتری از نظر عرضه محصول، تکرار نسل‌های مدل‌ها می‌دهد. بنابراین واقعاً جالب خواهد بود که ببینیم همه چیز چگونه انجام می‌شود. اکنون این چیزی است که اکثر مردم آن را از دست دادند و این مایه تأسف است، زیرا من این مدل را آزمایش کردم. و این خوب است، مانند واقعاً خوب است. بنابراین امروز اعلام کرد که میسترال لارج را به نسل جدید مدل پرچمدار خود معرفی می‌کنیم. و در مقایسه با مدل قبلی خود، میسترال لارج 2 به طور قابل توجهی در ریاضیات و استدلال تولید کد توانایی بیشتری دارد. و همچنین پشتیبانی چند زبانه بسیار قوی‌تر و قابلیت‌های فراخوانی عملکرد پیشرفته‌تر را فراهم می‌کند. بنابراین میسترال لانچ 2 دیوانه کننده است. این دیوانه کننده است، زیرا اگر نمی‌دانید، این یک مدل منبع باز است که روز بعد از راه اندازی منتشر شد. یک پارامتر 3.1 70 میلیاردی منتشر شد و البته پارامترهای لاما 3.1 405 میلیارد. در اینجا می توانید ببینید که میسترال لارج در واقع پارامترهای کمتری نسبت به لاما دارد. لاما جدید است، اما می توانید ببینید که در واقع روی آن وظایف بسیار بهتر عمل می کند که دیوانه کننده است، زیرا به این معنی است که شما مدل موثرتری در کارهای بهتر دریافت می کنید که در کل موثر است. بنابراین این کاملا باور نکردنی است. اکنون من از این در برخی از معیارهای شخصی برای کارهای خاصی که انجام می دهم و برخی از مدل‌هایی که معمولاً برای درست کردن آنها مشکل دارند استفاده کردم. من تعجب می کنم که این مدل‌های کوچکتر واقعاً از نظر استدلال شروع به افزایش می کنند. و این جذاب است، زیرا گاهی اوقات من به این مدل‌های 70 میلیاردی، 8 میلیاردی نگاه می کنم و می گویم اوه، این مدل‌ها واقعاً خوب هستند که از آنها بپرسم حالشان چطور است. و مثل بعضی اوقات میدانید من از آنها این سوالات فوق‌العاده دشوار را با استدلال چند مرحله‌ای میپرسم و گاهی اوقات آنها موفق میشوند دور بزنند. ما میگوییم بسیار خوب، این بسیار دیوانه کننده خواهد بود، زیرا اکنون من مدلی دارم که بسیار ارزان‌تر از هر چیزی است که به این معنی است که میتوانم از آن بسیار موثرتر استفاده کنم. من میتوانم آن را در خطوط لوله و جریان‌های کاری خاص قرار دهم. بنابراین آقای بزرگ 2 احتمالاً در حال حاضر یکی از دست کم گرفته شده‌ترین مدل‌هایی است که میتونم بگم موجود است. و شما می توانید همین حالا در ارزیابی انسان آن را به خوبی ببینید. مسلماً می دانید درست در کنار گپ 4 است. شما می توانید همونجا روی برخی از این معیارهای دیگر ببینید که اون نیز نسبتاً مؤثر است. بنابراین می توانید دقیقاً همونجا در همون جایی که می دانید ببینید میانگین اون اساساً فقط زیر گپ برای در پایتون به علاوه جاوا، تایپ‌اسکریپت، فلیپ و همه این موارد است. در واقع در کدنویسی نیز بسیار مؤثر است. بنابراین این میتواند بسیار جالب باشد برای آزمایش و دیدن نحوه انجام آن. ببینید چقدر مؤثر است. اما مانند بچه‌های پاییزی، من قطعاً این را روی هر پلتفرم میزبانی هوش مصنوعی که در آن هستید امتحان خواهم کرد. ممکن است پو باشد، ممکن است گیجی باشد، ممکن است بد باشد، اما راه اندازی استاد به منبع باز دیوانه کننده خواهد بود. و نه تنها این عالی است، بلکه میدانم که نسخه‌های تنظیم شده‌ای از این وجود خواهد داشت. افرادی هستند که بیرون میروند و این را به خوبی تنظیم میکنند. بنابراین من برای کاری که اکوسیستم با این کار انجام میدهد هیجان زده هستم.
و سپس در اینجا ما باید مارک زاکربرگ در مورد میلیاردها عامل هوش مصنوعی. من فکر می‌کنم ما در جهانی زندگی خواهیم کرد که در آن صدها میلیون میلیارد عامل مختلف هوش مصنوعی وجود خواهد داشت. در نهایت احتمالاً بیشتر از افراد در جهان عوامل هوش مصنوعی. بسیاری از مواردی که ما روی آن تمرکز کرده‌ایم این است که به هر سازنده و هر کسب و کار کوچکی توانایی ایجاد عوامل هوش مصنوعی را برای خود می‌دهیم و باعث می‌شود که هر فردی در پلتفرم‌های ما بتواند عامل‌های هوش مصنوعی خود را ایجاد کند که می‌خواهد با آنها تعامل داشته باشد. و اگر به آن فکر کنید، اینها فقط فضاهای بزرگی هستند. درست است. بنابراین صدها میلیون کسب و کار کوچک در جهان وجود دارد. و یکی از چیزهایی که به نظر من واقعاً مهم است، اساساً ساخت یک مجموعه با حجم نسبتاً کمی کار است. یک کسب و کار اساساً می‌تواند با چند ضربه یک عامل هوش مصنوعی برای خود ایجاد کند که بتواند فروش پشتیبانی مشتری را انجام دهد، با افراد دیگر و سایر مشتریان ارتباط برقرار کند. من فکر می‌کنم هر کسب و کاری در آینده، درست مانند اینکه امروز یک آدرس ایمیل، یک وبسایت و حضور در رسانه‌های اجتماعی دارد، فکر می‌کنم هر کسب و کاری یک عامل هوش مصنوعی خواهد داشت که مشتریانش می‌توانند در آینده با آن صحبت کنند. که آینده عوامل هوش مصنوعی در آینده وجود دارد. من فکر نمی‌کنم آنقدر دور باشد و فکر می‌کنم به اندازه داشتن یک حساب رسانه اجتماعی عادی خواهد بود و به همین دلیل است که فکر می‌کنم آینده ممکن است فقط میلیاردها و میلیاردها عامل هوش مصنوعی باشد. می‌دونید که بر اساس تک تک افرادی که در رسانه‌های اجتماعی یا هر کسب و کاری حضور دارند، با یکدیگر تعامل دارند و آنها فقط در حال تعامل و تبادل اطلاعات هستند. من فکر می‌کنم که این یک اقتصاد فوق‌العاده موثر خواهد بود و دیدن اینکه چگونه کار می‌کند واقعاً جالب خواهد بود. در حال حاضر همچنین اگر نمی‌دانستید کامینگ که متن به تصویر یا تصویر به مدل ویدیو یا مدل متن به ویدیو است، این مدل در اینجا در واقع اکنون در سطح جهانی در دسترس است. بنابراین می‌توانید با کامینگ یک حساب کاربری ایجاد کنید و می‌توانید این مدل را آزمایش کنید. من می‌دونم که بیشتر مردم واقعاً می‌خواستند این مدل را ببینند که چقدر موثر است. این دیوانه است، مانند اینکه این فناوری در دسترس باشد، کاملاً دیوانه کننده است. من هنوز متعجبم که این فناوری اینجاست و نمیتوانم منتظر بمانم تا ببینم افراد خلاق واقعاً با این چه چیزی خلق میکنند، زیرا خیلی وقتها افرادی که شما میشناسید با بودجه ها و آزادی های خلاقانه‌شان دست و پنجه نرم میکنند. میتواند انجام دهد. اما در اینجا میتونید ببینید که میتونید یک تصویر از مجانی بگیرید و این دیوانه کننده است. این کاملاً باور نکردنی است. من نمیتوانم باور کنم که حتی واقعی است. من واقعاً ماشین ها را دوست دارم، اما بله، چیزی که میتوانیم اینجا ببینیم این است که این باور نکردنی است. این چیزهای باور نکردنی است. منظورم این است که به مایه نگاه کنید. مانند این واقعیت که این تولید شده است. منظورم این است که چیزهای جالبی است. من هنوز در حال بررسی این واقعیت هستم که این ایجاد شده است، زیرا فکر می‌کردم این اتفاق سال آینده می‌افتاد. اما این واقعیت که امسال با این کیفیت اتفاق می‌افتد و در حال حاضر در اینجا در دسترس است و می‌دانید مشکل محاسباتی حتی در آنجا نیست. واقعاً تعجب آور است. اما بله، شما می توانید وارد شوید و یک حساب کاربری به صورت رایگان ایجاد کنید. پس با این گفته، اگر این هفته از آن لذت بردید و فراموش نمی کنم که ویدیو را لایک کنید، به من اطلاع دهید. و اگر از ویدیو لذت بردید، در ویدیوی بعدی شما را می بینم.